سلامی شادمانی رسد از نام من با مهربانی. سلامم را بپذیرید دوستان، سلامی بهترین در زندگانی. بنده صباحت ستار هستم، دانشجوی فاکولته شیمی بیولوژی و گئوگرافی اختصاص شیمی بیولوژی، اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی از روی نامیناسی ادبیات معاصر تاجیک. داشته یا بار خوندگیشم دیگه در روخه نیاوردم شب برگم اثرای نصری اثرای چی خوندگیم با صددین عینی مرگ سودخور خوندگیم مکتب کهنه را خوندگیم آخه من خیلی رهبر نداشتیم کار کنیم دیگه پویست رومان خیلی فرق کرده شما فاکولته شیمی بیولوژی. گروهی اشتراکی آزمون تیار کرده است. فروغ صوفی دانایی کتاب از گفته آزمون دارد. شمشاد جمشید کار کرده است. من دانشجوی شدم سه-چهار شد خودم کتاب هستم. یک من راجع بکنیم من بچه نگید کافرون یکم کتاب میکنم. بازی این فکر رو پیشنهاد کرده باشم. تماما به طرف جواب نیست. تماما. و یک پاویست در تابوچه که 6 دقیقه یا میشه در آزمون فروغ صوفی دانایی. اونجا زیاده از 100 اثر نثری است. اقلا بازی تا 20 تا 30 تا اقلا 10 تا اثر نثری رمان یا پاویست‌های کلان کشف کرده میخوند تجربه در میوردی یا سبب کشمایی. 12 بخورا هم خواندگیم یا داشته صددین عینی هم خیلی بسیار چیزا را خواندگیم هم امروزی روی خط کردیم بسیار شنوندگی نیستم. چی برای روی خط کردم؟ ما روی همیشه تصور جلو کنیم. آخه با پرش گفتن میکنیم. خرمش. زینب بیبی مالی کی است؟ زینب بیبی. از کدام نویسنده‌اش؟ از کی؟ زینب بیبی. فضل‌الدین محمدی فه. برای چی زینب بیبی نام گفته است؟ زینب بیبی هم قهرمان اساسی اثر زینب بیبی است. چیکار زینب بیبی؟ زینب بیبی چی بود؟ وقتی که دمی یگان در صف یمی ارتش یگان جنگ یگان چی میشید زینب بیبی در صف پیش بود مردانوار خدمت میکرد اول زین چی بود؟ در صف همون سواره ها بسیارتر هم خیلی اگر جنگ میشید چیکار میکرد؟ یگان همشیرگی میکرد یگان چای تیار میکرد با هم جنگوار رو یگان خود چی میکرد؟ چی بود؟ اینو همین اثر زینب بیبی نامی همین یگان قهرمانی اگر یگان جنگ یگان چی میشید همین زینب بیبی را میبردند اما اشتراک میکرده نه با جنگاور بودم خیلی در صف پیش می جنگیدم یگان چی میشید خطی یگان کسی کشته یگان نیمسته یگان همین خویینه کشته بود زینب بیبی نخونده گلی سوچی صدردین عینی شیر قصر چی هستی؟ گلی سو؟ شعر است اولا شعر است رازی دل می گفتم ار یک مرهمه می داشتم شکوه ها می کردم از غم همدمه می داشتم از تماشای گل سرخ از چی می گشتم مدام جدا گر به کف چون اهل عالم درهمه می داشتم چون ترازو کی بودی سرگشتگی بر من نصیب عینی از فکر نه از بیش و کمی می داشتم از لایق شرالی هر کی دورت در جهان گم کرده در زمین و در زمان گم کرده این نشان گم کرده و دیگر خویشتن را به نشان گم کرده